ساعت 3 صبح پیاده اومدم با همین لباسی که الان دارم، اومدم به سمت این دستگاه اعتیاد. قبل از اینکه این پولو بردارم برگشتم، 2 نفر موتور سوار همینجا مسلح به خنجر و چاقوی بزرگی گفتن اگر گوشی رو ندی ما شارعتو میزنیم. گفتم من گوشی رو به شما نخواهم داد، ولی هر چی میخوای من برات انجام میدم. بعد شد گفتم گوشی رو بده، گوشی رو نداد، خیلی مقاومت کرد. دوستم پیاده شد اومد کمک، با هم درگیر شدیم، ایشون خورد زمین، گوشی از جیبش معلوم شد، گوشی رو برداشتیم فرار کردیم و یقم رو گرفت، من کشید به سمت پرت کرد به اینجا به سرعت. بازوی چپم خورد به این سیمان و سر استخوان بازوم خورد به این آهن و شکست. وقتی افتادم زمین و دیگه نتونستم حرکت کنم، 2 نفری اومدن به سمتم و گوشی رو از توی جیبم برداشتم و متواری شد. بالا بگیر چه دادی با این اون شبی که من حمله کردی، من خواهش کردم گفتم هر چی میخوای بهت میدم، فقط گوشی نه. چرا من 2 ترابایت اطلاعات دارم، ساعت هم بهت دادم دیگه نه، گفتم گوشی نه. اما شما منو که زدید، 2 نفری زدید، ناجوان مردانه بر میداری میری بعد میگه ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، ببخشید. این چاقو میتونه دارو خوب مصرف 1000 تا اتفاق پشتش به باشه. اینجا. اما دیدید در این تهران بزرگ